بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش خدای را سزاست که در یگانگیش بلند مرتبه و در تنهاییش با آفریدگان نزدیک است. سلطنتش پر جلال و در ارکان آفرینشش بزرگ است، بی آنکه مکان گیرد و جابجا شود. بر همه چیز احاطه دارد و بر تمامی آفریدگان به قدرت و برهان خود چیره است. همواره ستوده بوده و خواهد بود و مجد و بزرگی او را پایانی نیست. آغاز و انجام از او و برگشت تمامی امور به سوی اوست. اوست آفریننده آسمان ها و گستراننده زمین ها و حکمران آنها. دور و منزه از خصایص آفریده هاست و در منزه بودن خود نیز از تقدیس همگان برتر است. هموست پروردگار فرشتگان و روح، افزونی بخش آفریده ها و نعمت دهنده ایجاد شده ها. به یک نیم نگاه دیده ها را ببیند و دیده ها هرگز او را نبینند. کریم و بردبار و شکیباست، رحمتش جهان شمول و عطایش منت گذار. در انتقام بی شتاب و در کیفر سزاواران عذاب صبور و شکیباست. بر نهانها آگاه و بر درونها دانا، پوشیده ها بر او آشکار و پنهانها بر او روشن است. او راست فراگیری و چیرگی بر هر هستی، نیروی آفریدگان از او و توانایی بر هر پدیده ویژه اوست. او را همانندی نیست و هموست ایجادگر هر موجود در تاریکستان لاشیء. جاودانه و زنده و عدل گستر، جز او خداوندی نباشد و اوست ارجمند و حکیم. دیده ها را بر او راهی نیست و اوست دریابنده دیده ها. بر پنهانی ها آگاه و بر کارها داناست. کسی از دیدن به وصف او نرسد و بر چگونگی او از نهان و آشکار دست نیابد، مگر او عزوجل خود راه نماید و بشناساند. و گواهی میدهم که او الله است، همو که تنزهش سراسر روزگاران را فراگیر و نورش ابدیت را شامل است. بی مشاور فرمانش را اجرا، بی شریک تقدیرش را امضا و بی یاور ساماندهی فرماید. صورت آفرینش او را الگویی نبوده و آفریدگان را بدون یاور و رنج و چاره‌جویی هستی بخشیده است. جهان با ایجاد او موجود و با آفرینش او پدیدار شده است. پس اوست الله که معبودی به جز او نیست، همو که صنعش استوار است و ساختمان آفرینشش زیبا. دادگری است که ستم روا نمی دارد و کریمی که کارها به او باز می گردد. و گواهی می دهم که او الله است که آفریدگان در برابر بزرگیش فروتن و در مقابل عزتش رام و به تواناییش تسلیم و به هیبت و بزرگیش فروتنند. پادشاهی هستیها و چرخاننده سپهرها و رام کننده آفتاب و ماه که هر یک تا اجل معین جریان یابند. او پرده شب را به روز و پرده روز را که شتابان در پی شب است به شب پیچد. اوست شکننده هر ستمگر سرکش و نابود کننده هر شیطان رانده شده. نه او را ناسازی باشد و نه برایش انباز و مانندی. یکتا و بی نیاز، نه زاده و نه زاییده شده. او را همتایی نبوده، خداوند یگانه و پروردگار بزرگوار است. بخواهد و به انجام رساند، اراده کند و حکم نماید، بداند و بشمارد، بمیراند و زنده کند، نیازمند و بی نیاز گرداند، بخنداند و بگریاند، نزدیک آورد و دور برد، باز دارد و عطا کند. او راست پادشاهی و ستایش، به دست توانای اوست تمام نیکی و هموست بر هر چیز توانا. شب را در روز و روز را در شب فرو برد. معبودی جز او نیست، گرانمایه و آمرزنده، اجابت کننده دعا و افزاینده عطا، برشمارنده نفسها، پروردگار پری و انسان. چیزی بر او مشکل ننماید. فریاد کنندگان او را آزرده نکند و اصرار کنندگان او را به ستوه نیاورد. نیکوکاران را نگاهدار، رستگاران را یار، مؤمنان را صاحب اختیار و جهانیان را پروردگار است. آنکه در همه احوال سزاوار سپاس و ستایش آفریدگان است. او را ستایش فراوان و سپاس جاودانه میگویم بر شادی و رنج و بر آسایش و سختی و به او و فرشتگان و کتب و فرستاده هایش ایمان داشته فرمان او را گردن میگذارم و اطاعت میکنم و به سوی خوشنودی او میشتابم و به حکم او تسلیمم، چرا که به فرمانبری او شائق و از کیفر او ترسانم. زیرا او خدایی است که کسی از مکرش در امان نبوده و از بی‌عدالتیش ترسان نباشد.
و اکنون به عبودیت خویش و پروردگاری او گواهی می‌دهم و وظیفه خود را در آنچه وحی شده انجام می‌دهم. مباد که از سوی او عذابی فرود آید که کسی را یارای دور ساختن آن از من نباشد، هرچند توانش بسیار و دوستیش با من خالص باشد. معبودی جز او نیست، چرا که اعلام فرموده که اگر آنچه درباره علی نازل کرده به مردم نرسانم، وظیفه رسالتش را انجام ندادم و خداوند تبارک و تعالی امنیت از آزار مردم را برایم تضمین کرده و البته که او کافی و بخشنده است. پس آنگاه خداوند چنین وحیم فرستاد به نام خداوند بخشنده مهربان: ای فرستاده ما، آنچه از سوی پروردگارت درباره علی و خلافت او بر تو فرود آمده بر مردم ابلاغ کن، وگرنه رسالت خداوندی را به انجام نرسانده ای و او تو را از آسیب مردمان نگاه می دارد. هان مردمان، آنچه بر من فرود آمده در تبلیغ آن کوتاهی نکرده ام و حال برایتان سبب نزول آیه را بیان می کنم. همانا جبرئیل 3 مرتبه بر من فرود آمد از سوی سلام، پروردگارم که تنها او سلام است. فرمانی آورد که در این مکان به پا خیزم و به هر سفید و سیاهی اعلام کنم که علی ابن ابی طالب برادر، وصی و جانشین من در میان امت و امام پس از من بوده. جایگاه او نسبت به من بسان هارون نسبت به موسی است، لیکن پیامبری پس از من نخواهد بود و علی صاحب اختیارتان پس از خدا و رسول است. و پروردگارم آیه‌ای بر من نازل فرموده که همانا ولی صاحب اختیار و سرپرست شما خدا و پیامبر او و مؤمنانی هستند که نماز به پا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌پردازند. و هر آینه علی ابن ابی طالب نماز به پا داشته و در رکوع زکات پرداخته و پیوسته خداخواه است. و من از جبرئیل درخواستم که از خداوند سلام اجازه کند و مرا از این مأموریت معاف فرماید، زیرا کمی پرهیزکاران و فزونی منافقان و دسیسه ملامتگران و مکر مسخره کنندگان اسلام را می‌دانم. همانها که خداوند در کتاب خود در وصفشان فرموده به زبان آن را میگویند که در دلهایشان نیست و آن را اندک و آسان میشمارند، حالان که نزد خداوند بس بزرگ است. و نیز از آن روی که منافقان بارها مرا آزار رسانیده تا بدانجا که مرا سخنشنو و زود باور نامیده‌اند، به خاطر همراهی افزون علی با من و رویکرد من به او و تمایل و پذیرش او از من، تا بدانجا که خداوند در این موضوع آیه‌ای فرو فرستاده و از آنانند کسانی که پیامبر خدا را می‌آزارند و میگویند او سخنشنو و زود باور است. بگو آری سخنشنو است، بر علیه آنان که گمان می‌کنند او تنها سخن می‌شنود، لیکن به خیر شماست. او به خدا ایمان دارد و مؤمنان را تصدیق می‌کند و راستگو می‌انگارد. و اگر می‌خواستم نام گویندگان چنین سخنی را بر زبان آورم و یا به آنان اشارت کنم و یا مردمان را به سویشان هدایت کنم، می توانستم، لیکن سوگند به خدا در کارشان کرامت نموده لب فرو بستم. با این حال از من خشنود نخواهند گشت مگر این که آنچه در حق علی فرو فرستاده به گوش شما برسانم. ای پیامبر ما، آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده ابلاغ کن، وگرنه کار رسالتت را انجام نداده ای و البته خداوند تو را از آسیب مردمان نگاه می دارد. هان مردمان، بدانید این آیه درباره اوست، ژرفی آن را فهم کنید و بدانید که خداوند او را برایتان صاحب اختیار و امام قرار داده و پیروی او را بر مهاجران و انصار و آنان که به نیکی از ایشان پیروی می کنند و بر صحرانشینان و شهروندان و بر عجم و عرب و آزاد و برده و بر کوچک و بزرگ و سفید و سیاه و بر هر یکتا پرست لازم شمرده است. اجرای فرمان و گفتار او لازم و امرش نافذ است. ناسازگارش رانده، پیرو و باور کنندهش در مهر و شفقت است. هر آینه خداوند او و شنوایان سخن او و پیروان راهش را آمرزیده است. هان مردمان، آخرین بار است که در این اجتماع به پا ایستاده ام، پس بشنوید و فرمان حق را گردن گذارید، چرا که خداوند عزوجل صاحب اختیار و ولی و معبود شماست و پس از خداوند ولی شما فرستاده و پیامبر اوست که اکنون در برابر شماست و با شما سخن میگوید. و پس از من به فرمان پروردگار
علی ولی و صاحب اختیار و امام شماست. آنگاه امامت در فرزندان من از نسل علی خواهد بود. این قانون تا برپایی رستاخیز که خدا و رسول او را دیدار کنید دوام دارد. روان نیست مگر آنچه خدا و رسول او و امامان روا دانند و ناروا نیست مگر آنچه آنان ناروا دانند. خداوند عزوجل هم روا و هم ناروا را برای من بیان فرموده و آنچه پروردگارم از کتاب خویش و حلال و حرامش به من آموخته در اختیار علی نهاده ام. هان مردمان او را برتر بدانید، چرا که هیچ دانشی نیست مگر اینکه خداوند آن را در جان من نوشته و من نیز آن را در جان پیشوای پرهیزکاران علی ضبط کرده ام. او پیشوای روشنگر است که خداوند او را در سوره یاسین یاد کرده و دانش هر چیز را در امام روشنگر برشمرده ایم. هان مردمان از علی رو بر نتابید و از امامتش نگریزید و از سرپرستیش رو بر نگردانید. او شما را به درستی و راستی خوانده و خود نیز بدان عمل نماید. او نادرستی را نابود کند و از آن باز دارد. در راه خدا نکوهشگران او را از کار باز ندارد. او نخستین مؤمن به خدا و رسول اوست و کسی در ایمان به او سبقت نجسته و همو جان خود را فدای رسول الله نموده و با او همراه بوده است. تنها اوست که همراه رسول خدا عبادت خداوند می کرد و جز او کسی چنین نبود. اولین نمازگزار و پرستشگر خدا به همراه من است. از سوی خداوند به او فرمان دادم تا در شب هجرت در بستر من بیارامد و او نیز فرمان برده پذیرفت که جان خود را فدای من کند. هان مردمان او را برتر دانید که خداوند او را برگزیده و پیشوایی او را بپذیرید که خداوند او را برپا کرده است. هان مردمان او از سوی خدا امام است و هرگز خداوند توبه منکر او را نپذیرد و او را نیامرزد. این است روش قطعی خداوند درباره ناسازگار علی و هر آینه او را به عذاب دردناک پایدار کیفر کند. از مخالفت او بهراسید وگرنه در آتشی در خواهید شد که آتشگیره آن مردمانند و سنگ که برای حق ستیزان آماده شده است. هان مردمان به خدا سوگند که پیامبران پیشین به ظهورم مژده داده‌اند و اکنون من فرجام پیامبران و برهان برآفریدگان آسمانیان و زمینم. آن کس که راستی و درستی مرا باور نکند به کفر جاهلی در آمده و تردید در سخنان امروزم همسنگ تردید در تمامی محتوای رسالت من است و شک و ناباوری در امامت یکی از امامان بسان شک و ناباوری در تمامی آنان است و هر آینه جایگاه ناباوران ما آتش دوزخ خواهد بود. هان مردمان خداوند عزوجل از روی منت و احسان خیش این برتری را به ما پیشکش کرد و البته که خدایی جز او نیست. آگاه باشید تمامی ستایش ها در همه روزگاران و در هر حال و مقام ویژه اوست. هان مردمان علی را برتر دانید که او برترین مردمان از مرد و زن پس از من است، تا آن هنگام که آفریدگان پایدارند و روزیشان فرود آید. دور باد از درگاه مهر خداوند و خشم باد بر آن که این گفته را نپذیرد و با من سازگار نباشد. هان بدانید جبرئیل از سوی خداوند خبرم داد هر آن که با علی بستیزد و بر ولایت او گردن نگذارد نفرین و خشم من بر او باد. البته باید که هر کس بنگرد که برای فردای رستاخیز خود چه پیش فرستاده. تقوا پیشه کنید و از ناسازگاری با علی بپرهیزید. مباد که گامهایتان پس از استواری در لغزد که خداوند بر کردارتان آگاه است. هان مردمان همانا او همجوار و همسایه خداوند است که در کتاب عزیز خود او را یاد کرده و درباره ستیزندگان با او فرموده تا آن که مبادا کسی در روز رستخیز بگوید افسوس که درباره همجوار و همسایه خدا کوتاهی کردم. هان مردمان در قرآن اندیشه کنید و ژرفی آیات آن را دریابید و بر محکماتش نظر کنید و از متشابهاتش پیروی ننمایید. پس به خدا سوگند که باطنها و تفسیر آن را آشکار نمی کند مگر همین که دست و بازوی او را گرفته‌ام و بالا آوردم و اعلام می دارم که هر آن که من سرپرست اویم
این علی سرپرست اوست و او علی ابن ابی طالب است، برادر و وصی من که سرپرستی و ولایت او حکمی است از سوی خدا که بر من فرستاده شده است. هان مردمان، همانا علی و پاکان از فرزندانم از نسل او یادگار گرانسنگ کوچکترند و قرآن یادگار گرانسنگ بزرگتر. هر یک از این دو از دیگر همراه خود خبر می‌دهد و با آن سازگار است. آن دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا در حوض کوثر بر من وارد شوند. هان بدانید که آنان امانتداران خداوند در میان آفریدگان و حاکمان او در زمین اویند. هشدار که من وظیفه خود را ادا کردم. هشدار که من آنچه بر عهده‌ام بود ابلاغ کردم و به گوشتان رساندم و روشن نمودم. بدانید که این سخن خدا بود و من از سوی او سخن گفتم. هشدار که هرگز به جز این برادرم کسی نباید امیرالمؤمنین خوانده شود. هشدار که پس از من امارت مؤمنان برای کسی جز او روا نباشد. مردمان، کی سزاوارتر از شما به شما؟ گفتند خداوند و پیامبر او. فرمود آگاه باشید، آن که من سرپرست اویم پس این علی سرپرست اوست. خداوند دوست بدار آن که را که سرپرستی او را بپذیرد و دشمن بدار هر آن که او را دشمن دارد و یاری کن یار او را و تنها گذار آن را که او را تنها بگذارد. هان مردمان، این علی است برادر و وصی و نگهبان دانش من و هموز جانشین من در میان امت و برگروندگان به من و بر تفسیر کتاب خدا که مردمان را به سوی او بخواند و به آنچه موجب خوشنودی اوست عمل کند و با دشمنانش ستیز نماید. او پشتیبان فرمان برداری خداوند و بازدارنده از نافرمانی او باشد. همانا اوست جانشین رسول الله و فرمانروای مؤمنان و پیشوای هدایتگر از سوی خدا و کسی که به فرمان خدا با پیمان شکنان رویگردانان از راستی و درستی و به در رفتگان از دین پیکار کند. خداوند فرماید فرمان من دگرگون نخواهد شد. پروردگارا اکنون به فرمان تو چنین میگویم: خداوندا دوستداران او را دوست دار و دشمنان او را دشمن دار. پشتیبانان او را پشتیبانی کن، یارانش را یاری نما، خودداری کنندگان از یاریش را به خود رها کن، ناباورانش را از مهرت بران و بر آنان خشم خود را فرود آور. معبودا تو خود در هنگام برپا داشتن او و بیان ولایتش نازل فرمودی که امروز آیین شما را به کمال و نعمت خود را بر شما به اتمام رساندم و اسلام را به عنوان دین شما پسندیدم و آنکه به جز اسلام دینی را بجوید از او پذیرفته نبوده، در جهان دیگر در شمار زیانکاران خواهد بود. خداوندا تو را گواه میگیرم که پیام تو را به مردمان رساندم. هان مردمان، خداوند عزوجل دین را با امامت علی تکمیل فرمود. اینک آنان که از او و جانشینانش از فرزندان من و از نسل او تا برپایی رستاخیز و عرضه بر خدا پیروی نکنند، در دو جهان کرده هایشان بیهوده بوده، در آتش دوزخ ابدی خواهند بود، به گونه‌ای که نه از عذابشان کاسته و نه برایشان فرصتی خواهد بود. هان مردمان، این علی یاورترین، سزاوارترین و نزدیکترین و عزیزترین شما نسبت به من است. خداوند عزوجل و من از او خوشنودیم. آیه رضایتی در قرآن نیست مگر این که درباره اوست و خدا هرگاه ایمان آورندگان را خطابی نموده به او آغاز کرده است و آیه ستایشی نازل نگشته مگر درباره او. و خداوند در سوره هل اتی علی الانسان گواهی بر بهشت رفتن نداده مگر برای او و آن را در حق غیر او نازل نکرده و به آن جز او را نستوده است. هان مردمان، او یاور دین خدا و دفاع کننده از رسول اوست. او پرهیزکار پاکیزه و راهنمای ارشاد شده است. پیامبرتان برترین پیامبر و وصی او برترین وصی و فرزندان او برترین اوصیااند. هان مردمان، فرزندان هر پیامبر از نسل اویند و فرزندان من از صلب و نسل امیرالمؤمنین علی است. هان مردمان، به راستی که شیطان اغواگر آدم را با رشک از بهشت رانده،
مبادا شما به علی رشک ورزید که کرده هایتان نابود و گام هایتان لغزان خواهد شد. آدم به خاطر یک اشتباه به زمین حبود کرد و حالان که برگزیده خدای عزوجل بود. پس چگونه خواهید بود شما و حالان که شما شمایید و دشمنان خدا نیز از میان شمایند؟ آگاه باشید که با علی نمی ستیزد مگر بی سعادت و سرپرستی او را نمی پذیرد مگر رستکار پرهیزکار و به او نمی گرود مگر مؤمن بی آلایش و سوگند به خدا که سوره والعصر درباره اوست. به نام خداوند بخشنده مهربان، قسم به زمان که انسان در زیان است مگر علی که ایمان آورده و به درستی و شکیبایی آراسته است. هان مردمان، خدا را گواه گرفتم و پیام او را به شما رسانیدم و بر فرستاده وظیفه‌ای جز بیان و ابلاغ روشن نباشد. هان مردمان، تقوا پیشه کنید همان گونه که بایسته است و نمیرید جز با شرف اسلام. هان مردمان، به خدا و رسول و نور همراهش ایمان آورید پیش از آن که چهره ها را تباه و واژگونه کنیم یا چونان اصحاب روز شنبه رانده شوید. به خدا سوگند که مقصود خداوند از این آیه گروهی از صحابه اند که آنان را با نام و نسب می شناسم لیکن به پرده پوشی کارشان مأمورم. پس هر کس پایه کار خیش را مهر و یا خشم علی در دل خود قرار دهد. مردمان، نور از سوی خداوند عزوجل در جان من، سپس در جان علی ابن ابی طالب، آنگاه در نسل او تا قائم مهدی که حق خدا و ما را می ستاند جای گرفته. چرا که خداوند عزوجل ما را بر کوتاهی کنندگان، ستیزگران، ناسازگاران، خائنان، گناهکاران، ستمکاران و قاسبان از تمامی جهانیان دلیل و راهنما و حجت آورده است. هان مردمان، هشدارتان میدهم همانا من رسول خدایم، پیش از من نیز رسولانی آمده و سپری گشتند. آیا اگر من بمیرم یا کشته شوم به جاهلیت عقب گرد میکنید؟ آن که به قهقرا برگردد هرگز خدا را زیانی نخواهد رسانید و خداوند سپاسگزاران شکیباگر را پاداش خواهد داد. بدانید که علی و پس از او فرزندان من از نسل او دارای کمال شکیبایی و سپاسگزاری اند. هان مردمان، اسلامتان را بر من منت نگذارید که اعمال شما را بیهوده و تباه خواهد کرد و خداوند بر شما خشم خواهد گرفت و سپس شما را به شعله از آتش و مس گداخته گرفتار خواهد نمود. همانا پروردگار شما در کمینگاه است. مردمان، به زودی پس از من پیشوایانی خواهند بود که شما را به سوی آتش می‌خوانند و در روز رستاخیز تنها و بدون یاور خواهید ماند. هان مردمان، خداوند و من از آنان بیزاریم. هان مردمان، آنان و یاران و پیروانشان در بدترین جای جهنم جایگاه متکبران خواهند بود. بدانید آنان اصحاب صحیفه اند، اکنون هر کس در صحیفه خود نظر کند. هان مردمان، اینک جانشینی خود را به عنوان امامت و وراثت به امانت به جای می‌گذارم در نسل خود تا برپایی روز رستاخیز و حال مأموریت تبلیغی خود را انجام می‌دهم تا برهان بر هر شاهد و غائب و بر آنان که زاده شده یا نشده اند و بر تمامی مردمان باشد. پس بایسته است این سخن را حاضران به غایبان و پدران به فرزندان تا برپایی رستاخیز برسانم. آگاه باشید به زودی پس از من امامت را با پادشاهی جابجا نموده آن را غصب کرده و به تصرف خیش درآورند. هان نفرین و خشم خدا بر غاصبان و چپاولگران و البته در آن هنگام خداوند آتش عذاب، شعله‌های آتش و مس گداخته بر سر شما جن و انس خواهد ریخت. آنجاست که دیگر یاری نخواهید شد. هان مردمان، هر آینه خداوند عزوجل شما را به حالتان رها نخواهد کرد تا ناپاک را از پاک جدا کند و خداوند نمیخواهد شما را بر غیب آگاه گرداند. هان مردمان، هیچ سرزمینی نیست مگر اینکه خداوند به خاطر تکذیب اهل آنان را پیش از روز رستاخیز نابود خواهد فرمود و به امام مهدی خواهد سپرد و هر آینه خداوند وعده خود را انجام خواهد داد. هان مردمان،
پیش از شما شمار فزونی از گذشتگان گمراه شدند و خداوند آنان را نابود کرد و همون نابود کننده آیندگان است. او خود در کتابش آورده آیا پیشینیان را تباه نکردیم و به دنبال آنان آیندگان را گرفتار نساختیم؟ با مجرمان این چنین کنیم، وای بر ناباوران. هان مردمان، همانا خداوند امر و نهی خود را به من فرموده و من نیز به دستور او دانش آن را نزد علی نهادم. پس فرمان او را بشنوید و گردن نهید و پیرویش نمایید و از آنچه بازتان دارد خودداری کنید تا راه یابید. به سوی هدف او حرکت کنید. راههای گوناگون شما را از راه او باز ندارد. هان مردمان، صراط مستقیم خداوند منم که شما را به پیروی آن امر فرموده و پس از من علی است و آنگاه فرزندانم از نسل او پیشوایان راه راستند که به درستی و راستی راهنمایند و به آن حکم و دعوت کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. هان به خدا سوگند این سوره درباره من نازل شده و شامل امامان می باشد و به آنان اختصاص دارد. آنان اولیای خدایند که ترس و اندوهی برایشان نیست. آگاه باشید البته حزب خدا چیره و غالب خواهد بود. هشدار که ستیزندگان با امامان گمراه و همکاران شیاطینند. برای گمراهی مردمان سخنان بیهوده و پوچ را به یکدیگر میرسانند. بدانید که خداوند از دوستان امامان در کتاب خود چنین یاد کرده: قومی را نیابی که به خدا و روز واپسین ایمان داشته باشند و کسانی را که با خدا و رسولش مخالفت کرده اند هرچند پدرانشان یا پسرانشان یا برادرانشان یا عشیره آنان باشند دوست بدارند. در دل اینهاست که خدا ایمان را نوشته و آنها را با روحی از جانب خود تایید کرده و آنان را به بهشت‌هایی که از زیر درختان آن جوی‌هایی روانه است در می‌آورد. همیشه در آنجا ماندگارند. خدا از ایشان خوشنود و آنها از او خوشنودند. اینانند حزب خدا. آری حزب خداست که رستگارانند. هان دوستداران امامان مؤمنانند که قرآن چنان توصیف فرموده: آنان که ایمان آورده و باور خود را به شرک نیالوده اند در امان و در راه راست هستند. هشدار، یاران پیشوایان کسانی هستند که به باور رسیده و از تردید و انکار دور خواهند بود. هشدار، اولیای امامان آنانند که با آرامش و سلام به بهشت در خواهند شد و فرشتگان با سلام آنان را پذیرفته خواهند گفت: درود بر شما که پاک شده اید، اینک داخل شوید که در بهشت جاودانه خواهید شد. هان بهشت پاداش اولیای آنان است و در آن بی حساب روزی داده خواهند شد. هان دشمنان آنان آن کسانی اند که در آتش درآیند و همانا ناله افروزش جهنم را میشنوند در حالی که شعله‌های آتش زبانه میکشد و زفیر جهنم را نیز در مییابند. هان خداوند درباره ستیزگران با آنان فرموده: هرگاه امتی داخل جهنم شود همتای خود را نفرین کند. هشدار که دشمنان امامان همانانند که خداوند درباره آنان فرموده: هر گروهی از آنان داخل جهنم شود نگاهبانان میپرسند مگر برایتان ترساننده نیامد؟ بگویند چرا ترساننده آمد، لیکن تکذیب کردیم و گفتیم خداوند وحی نفرستاده و شما نیستید مگر در گمراهی بزرگ، تا آنجا که فرماید: هان نابود با دوزخیان. هان یاران امامان در نهان از پروردگار خیش ترسانند، آمرزش و پاداش بزرگ برای آنان خواهد بود. هان مردمان، چه بسیار راه است میان آتش و پاداش بزرگ. هان مردمان، خداوند ستیزه جویان ما را ناستوده و نفرین فرموده و دوستان ما را ستوده و دوست دارد. هان مردمان، بدانید که همانا من انذارگرم و علی مژده دهنده. هان که من بیم دهنده‌ام و علی راهنما. هان مردمان بدانید که من پیامبرم و علی وصی من است. هان مردمان بدانید که همانا من فرستاده و علی امام و وصی پس از من است و امامان پس از او فرزندان اویند. آگاه باشید من والد آنانم، ولی ایشان از نسل علی خواهند. آگاه باشید همانا آخرین امام قائم مهدی از ماست.
هان بر او تمامی ادیان چیره خواهد بود. هشدار که اوست انتقام گیرنده از ستمکاران. هشدار که اوست انتقام گیرنده از ستمکاران. هشدار که اوست فاتح دژها و منهدم کننده آنها. هشدار که اوست چیره بر تمامی قبایل مشرکان و راهنمای آنان. هشدار که او خونخواه تمام اولیای خداست. آگاه باشید اوست یاور دین خدا. هشدار که از دریایی ژرف پیمانه‌های افزون گیرد. هشدار که او به هر ارزشمندی به اندازه ارزش او و به هر نادان و بی ارزشی به اندازه نادانیش نیکی کند. هشدار که او نیکو و برگزیده خداوند است. هشدار که او وارث دانش‌ها و حاکم بر ادراک هاست. هان بدانید که او از سوی پروردگارش سخن میگوید و آیات و نشانه های او را برپا کند. بدانید همانا اوست بالیده و استوار. بیدار باشید هموست که اختیار امور جهانیان و آیین آنان به او واگذار شده است. آگاه باشید که تمامی گذشتگان ظهور او را پیشگویی کرده اند. آگاه باشید که اوست حجت پایدار و پس از او حجتی نخواهد بود. درستی و راستی و نور و روشنایی تنها در نزد اوست. هان کسی بر او پیروز نخواهد شد و ستیزنده او یاری نخواهد گشت. آگاه باشید که او ولی خدا در زمین، داور او در میان مردم و امانتدار امور آشکار و نهان است. هان مردمان، من پیام خدا را برایتان آشکار کرده تفهیم نمودم و این علی است که پس از من شما را آگاه می کند. اینک شما را می خوانم که پس از پایان خطبه با من و سپس با علی دست دهید تا با او بیعت کرده به امامت او اقرار نمایید. آگاه باشید من با خداوند و علی با من پیمان بسته و من اکنون از سوی خدای عزوجل برای امامت او پیمان می گیرم. ای پیامبر، آنان که با تو بیعت کنند هر آینه با خدا بیعت کردند. دست خدا بالای دستان آنان است و هر کس بیعت شکند بر زیان خود شکسته و آن کس که بر پیمان خداوند استوار و با وفا باشد خداوند به او پاداش بزرگی خواهد داد. هان مردمان، همانا حج و عمره از شعائر و آداب و رسوم خدایی است. پس زائران خانه خدا و عمره کنندگان بر صفا و مروه بسیار طواف کنند. هان مردمان، در خانه خدا حج گذارید که هیچ خاندانی داخل آن نشد مگر بی نیاز شد و مژده گرفت و کسی از آن روی بر نگردانید مگر بی بهره و نیازمند گردید. هان مردمان، مؤمنی در موقف نماند مگر اینکه خدا گناهان گذشته او را بیامرزد و بایسته است که پس از پایان اعمال حج کار خود را از سر گیرد. هان مردمان، حاجیان دستگیری شدند و هزینه‌های سفرشان جبران می شود و جایگزین آن به آنان خواهد رسید و البته خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نخواهد کرد. هان مردمان، خانه خدا را با دین کامل و دانش عمیق آن دیدار کنید و از زیارتگاه ها جز با توبه و باز ایستادن از گناهان بر نگردید. هان مردمان، نماز را به پا دارید و زکات بپردازید همانسان که خداوند عزوجل امر فرموده. پس اگر زمان بر شما دراز شد و کوتاهی کردید یا از یاد بردید، علی صاحب اختیار و تبیین کننده بر شماست. خداوند عزوجل او را پس از من امانتدار خویش در میان آفریدگانش نهاده. همانا او از من و من از اویم و او و فرزندان من از جانشینان او پرسش های شما را پاسخ دهند و آنچه را نمیدانید به شما می آموزند. هان روا و ناروا بیش از آن است که من شمارش کنم و بشناسانم و در اینجا یک باره به روا فرمان دهم و از ناروا باز دارم. از این روی مأمورم از شما بیعت بگیرم که دست در دست من نهید در مورد پذیرش آنچه از سوی خداوند آوردم درباره امیرالمؤمنین علی و اوصیای پس از او که آنان از من و اویند. و این امامت پایدار است و فرجام امامان مهدی است و استواری امامت تا روزی است که او با خداوند قدر و قضا دیدار کند. هان مردمان، شما را به هر گونه روا و ناروا راهنمایی کردم و از آن هرگز بر نمی گردم. بدانید و آگاه باشید، آنها را یاد کنید و نگه دارید و یکدیگر را با آن توصیه نمایید و در احکام خدا دگرگونی راه ندهید. هشدار که دوباره میگویم، بیدار باشید، نماز را به پا دارید و زکات بپردازید و امر به معروف کنید و از منکر باز دارید و بدانید که ریشه امر به معروف این است
که به گفته من درباره امامت برسید و سخن مرا به دیگران برسانید و غایبان را به پذیرش فرمان من توصیه کنید و آنان را از ناسازگاری سخنان من باز دارید. همانا سخن من فرمان خدا و من است و هیچ امر به معروف و نهی از منکری جز با امام معصوم تحقق و کمال نمی یابد. هان مردمان، قرآن بر شما روشن می کند که امامان پس از علی فرزندان اویند و من به شما شناساندم که آنان از او و از منند، چرا که خداوند در کتاب خود می گوید امامت را فرمانی پایدار در نسل او قرار داد و من نیز گفتم که مادام که به قرآن و امامان تمسک کنید گمراه نخواهید شد. هان مردمان، تقوا را رعایت کرده از سختی رستاخیز بهراسید، همان گونه که خداوند عزوجل فرموده. البته زمین لرزه روز رستاخیز حادثه بزرگ است. مرگ، قیامت و حساب و میزان و محاسبه در برابر پروردگار جهانیان و پاداش کیفر را یاد کنید. آن که نیکی آورد پاداش گیرد و آن که بدی کرده بهره‌ای از بهشت نخواهد برد. هان مردمان، شما بیش از آنید که در یک زمان با یک دست من بیعت نمایید. از این روی خداوند عزوجل به من دستور داده که از زبان شما اقرار بگیرم برای پیمان ولایت امیرالمؤمنین علی و نیز برای امامان پس از او که از نسل من و اویند، همان گونه که اعلام کردم که ذریه من از نسل اوست. پس همگان بگویید البته که سخنان تو را شنیده پیروی می‌کنیم و از آنها خوشنودیم و بر آن گردن گذار و بر آن چه از سوی پروردگارمان در امامت اماممان امیرالمؤمنین علی و امامان دیگر از صلب او به ما ابلاغ کردی با تو پیمان می‌بندیم با دل و جان و زبان و دست‌هایمان. با این پیمان زنده ایم و با آن خواهیم مرد و با آن اعتقاد برانگیخته می‌شویم و هرگز آن را دگرگون نکرده شک و انکار نخواهیم داشت و از عهد و پیمان خود بر نمیگردیم. ای رسول خدا، ما را به فرمان خدا پند دادی درباره امیرالمؤمنین علی و امامان از نسل خود و او که حسن و حسین و آنان که خداوند پس از آنان برپا کرده است. پس عهد و پیمان از ما گرفته شد از دل و جان و زبان و روح و دستانمان. هر کس توانست با دست وگرنه با زبان پیمان بست و هرگز پیمانمان را دگرگون نخواهیم کرد و خداوند از ما شکست عهد نبیند و نیز فرمان تو را به نزدیک و دور از فرزندان و خیشان خود خواهیم رسانید و خداوند را بر آن گواه خواهیم گرفت و هر آینه خداوند بر گواهی کافی است و تو نیز بر ما گواه باش. هان مردمان، چه میگویید؟ همانا خداوند هر صدایی را میشنود و آن را که از دلها میگذرد میداند. هر آن کس هدایت پذیرفت به خیر خیش پذیرفته و آن که گمراه شد به زیان خود رفته و هر کس بیعت کند هر آینه با خداوند پیمان بسته که دست خدا بالای دستان آنهاست. هان مردمان، اینک با خداوند بیعت کنید و با من پیمان بندید و با امیرالمؤمنین علی و حسن و حسین و امامان پس از آنان از نسل آنان که نشانه پایدارند در دنیا و آخرت. خداوند مکاران را تباه می کند و با وفایان مهر می ورزد. هر که پیمان شکند جز این نیست که به زیان خود گام برداشته و هر که بر عهدی که با خدا بسته پابرجا ماند به زودی خدا او را پاداش بزرگی خواهد داد. هان مردمان، آنچه بر شما برگفتم بگویید و به علی با لقب امیرالمؤمنین سلام کنید و بگویید شنیدیم و فرمان میبریم پروردگارا، آمرزشت خواهیم و بازگشت به سوی توست. و نیز بگویید ستایش خدای را که ما را بر این مقام رهنمایی کرد که اگر هدایت و لطف الهی نبود ما به خود به این مقام راه نمی یافتیم، همانا رسولان خدایمان به حق آمدند. هان مردمان، هر آینه برتری های علی بن ابی طالب نزد خداوند عزوجل که در قرآن نازل فرموده بیش از آن است که من یک باره برشمارم. پس هر کس از مقامات او خبر داد و آنها را شناخت او را تصدیق و تأیید کنید. هان مردمان، آن کس که از خدا و رسولش و علی و امامانی که نام بردن پیروی کند به رستگاری بزرگی دست یافته است. هان مردمان، سبقت جویان به بیعت و پیمان و سرپرستی او و سلام بر او با لقب امیرالمؤمنین رستگارانند و در بهشت‌های پرنعمت خواهند بود.
هان مردمان آنچه خدا را خوشنود کند بگویید. پس اگر شما و تمامی زمینیان کفران ورزند، خدا را زیانی نخواهد رسانید. پروردگارا آنان را که به آنچه ادا کردند و فرمان دادند ایمان آوردند بیامرز و بر منکران کافر خشم گیر. والحمد لله رب العالمین.